دو تا از قدیمی ترین پردیس‌های کشاورزی ایران با عمر 120 ساله در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران کرج. ساختمون‌های 120 ساله که فوق‌العاده‌اند. بسیار زیبا، بسیار زیبا. پنجره‌های هماهنگ، سرستوتون‌ها، یک ورودی دعوت کننده بسیار زیبا و بلند که عظمتش آدمو میگیره. و جالبی هم که دو تا ساختمون روبروی همه که قدیم به نام مدرسه فلاحت بوده. دو تا بنای تاریخی زیبا که این هم مجموعه ساختمان کلاس های قدیم. میرین داخلش، خیلی دو تا قرینه توی یک محیط بسیار جالب پر از درخت. درهای جالب و قدیمی، نمیدونم عوض شده یا مال کیه. خیلی درهای جالب. این هم معماری داخلش که قطعا عوض شده و رنگ شده. احتمالا اون بالاها گچبری بوده، گچبری هاشو برداشتن. این هم پنجرهاش، تالارش و راهروهاش.